سلام، وقتتون بخیر. من همیشه به اطرافیانم میگم یکی از دلایل این که اینقدر خشونت بین خیلی از مردا زیاده، من عقیده شخصیم این هست که به خاطر اینه که ختنه شده هستن و به نظر من روی اون سیستم عصبی مردها در آینده خیلی تاثیرات منفی میذاره. و تحقیقم کردم، متوجه شدم خیلی از خانم‌ها که اینقدر طرفدار ختنه هستن بیشتر جنبه، شاید کلمه درست نباشه ولی انگاری یه حس کینه‌ورزی، عقده دارن نسبت به مردا. یعنی یه جوری شده توی یه دور باطلی افتادیم. مردها در اثر ختنه شدن خیلیشون تند و عصبی میشن و زنها به خاطر اون رفتار تند و خشنی که از مردا میبینن یه حالتی میشن که باید انتقام بگیرن و چه چیزی بهتر از ختنه و ایجاد یک دور باطل خشونتی رو کرده در جامعه. به نظر من اگر مردها ختنه نشن و پسرها ختنه نشن خیلی از خشونت‌های جامعه اصلا برطرف میشه. و در نهایت مجدد تشکر میکنم از پیج بسیار خوبتون و تأکید میکنم گول این صحبت‌ها و این حرفا رو نخورید. اینکه بچه اگر ختنه نشده باشه عفونت میکنه و این داستانا و براش مشکل پیش میاد، اصلاً چنین چیزی وجود نداره. من 5 سال فرزندم هیچ گونه مشکلی نداشته از این بابت و کاملا سالم هست. و مورد دیگه این که بذارید این جنایت علیه مردان پایان پیدا کنه، چون وقتی مردی، این دیدگاه فقط من نیست، وقتی مردی اوج لذت جنسی رو نتونه در زندگیش هرگز تجربه کنه، همین باعث میشه که یک مرد خشن باشه و نسبت به زنان خشونت داشته باشه. حتی در بعضی موارد میتونه یک دنبال روابط جنسی متعدد بره چون اشباع نمیشه. پس اجازه بدید این چرخه خشونت پایان پیدا کنه. اجازه بدید فرزندانمون در بزرگسالی بتونن یک رابطه جنسی کامل و سالم رو تجربه کنن و یک لذت کافی و وافی رو ببرن.